ابن جوزی رحمه الله میفرمایند اگه شیطان ابلیس اومد پیشت و بهت گفت که چقدر دعا میکنی و دعات هم قبول نمیشه، در جوابش بگو که من با دعا کردن عبادت میکنم. رسول الله علیه السلام میفرمایند الله متعال شرم میکنه از اون بنده ای که دستهاش رو بلند کنه و دستهاش رو خالی برگردونه. الله متعال از اون بنده شرم میکنه. هر جای قرآن رو که بخونید نوشته شده فاستجبنا له، پس دعاش رو اجابت کردیم. فاستجبنا له، پس دعاش رو اجابت کردیم. اینقدر دعا کن که الله متعال آخرش بهت بگه فاستجبنا له، پس دعاش رو اجابت کردیم. هر روز دعا کن، هر روز. سلام علیکم.